سلام، به یک ویدیوی جدید ما خوش آمدید. در این ویدیو یاد میگیریم که چگونه میتوانیم امنیت اکانت جیمیل خود را افزایش دهیم، یعنی اکانت جیمیل خود را ضد هک کنیم، هم در گوشی های آیفون و هم در اندروید، مثلا سامسونگ، انفینکس، اوپو و غیره، تا هیچ کسی نتواند به جیمیل ما دسترسی پیدا کند. اما یک گپ یادتان باشه که این میتونه برای شما هم ضرر داشته باشد و هم فواید، و اینکه این چی ضرر و چی فایده دارد در ویدیو برایتان میگیم. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. قبل از اون میفهمیم که چگونه اکانت خود را ضد هک کنیم. خب دوستان، در ویدیو قبلی یاد گرفته بودیم که چطور یک اکانت جیمیل حرفه‌ای بسازیم و این پارت دومی ویدیو هست. اگر میخواهید ویدیو قبلی را هم ببینید، در بخش توضیحات برای شما لینک آن ویدیو را میدهم. از اونجا با آسانی آن ویدیو را هم دیده میتوانید. خب وقتتان را ضایع نمیکنیم، میریم به طرف ویدیو. قبل از همه برنامه جیمیل خود را باز میکنیم و اگر گوشی شما آیفون است و برنامه جیمیل ندارین، میتونید از اپ استور دانلود کنید. وقتی دانلود کردید، برنامه جیمیل را باز میکنیم و باز در طرف راست در بالا سر گزینه این گزینه کلیک میکنیم و باز سر منیج یور گوگل اکاونت کلیک کرده و باز سر ایمیل خود کلیک میکنیم و در اینجا میتونید همان جیمیلتان را انتخاب کنید. در کدام جیمیل که میخواهید ضد هک را فعال کنید، همان جیمیل را انتخاب کنید. من یک ایمیل خود را انتخاب کردم، اما یادتان باشه که شما اگر هر ایمیل را انتخاب کرده باشین، این همه تغییرات در همان ایمیل اجرا می شود و در دیگه ایمیل هایتان نمیشه. اگر میخواهید در همه ایمیل هایتان ضد هک را فعال کنید، همه اش را همین طور یکی انتخاب کرده و ضد هک کنید. خب وقتی همان جیمیل را انتخاب کردین، حالا میریم به مرحله بعدی. شما که در اینجا میبینید، اینجا خب مختلف صفحات است. کار ما در سکیوریتی از سر اون کلیک میکنیم. وقتی سر سکیوریتی کلیک کردید، باز در اینجا در پایین گزینه 2 step verification یا سر تایید 2 مرحله را پیدا و سرش کلیک میکنیم و باز در اینجا از شما فینگرپرینت یا رمز گوشی تان را میخواه، آن را وارد کنید. وقتی وارد کردین، سر گزینه اد فون نمبر کلیک کرده و در اینجا کشورتان را انتخاب کنین. من فعلا در پاکستان هستم، پاکستان را انتخاب کردم. شما هم اگر در افغانستان یا ایران یا هر کشوری هستید، کشورتان را انتخاب کنید و باز شماره خود را اید یا اضافه کنید. این شماره باید فعال باشه، چون گوگل یک کد به شما روان میکنه. باید آن را تایید کنید. وقتی شماره تان را زدید، سر سند کد کلیک کنید و باز به شما از طرف گوگل یک کد میآید. آن را در این قسمت وارد کنید. وقتی کد را وارد کردید، روی وریفای کلیک کنید. حالا تایید 2 مرحله‌ای فعال شد. اگر میخواهید آن را غیر فعال کنید، روی turn off 2 step verification کلیک کنید و غیر فعال میشه. اما یک گپ یادتان باشه، وقتی شما اکانت جیمیل تان را در گوشی دیگر لاگین کنید، شاید از شما این شماره را برای وریفیکیشن بخواهد. حتما شماره اصلی و از خودتان را اضافه کنید، چون به خاطر که برای شما کدام خطر پیش نبیاید. و باز پایین میایم و باز در گزینه آخر سر بیکاپ کورس کلیک میکنیم. این خیلی مهم است برای جیمیل شما. این که چی مهم است برایتان میگم. و در اینجا باز سر گیت بیکاپ کورس کلیک میکنیم و در اینجا 10 دانه کد برای ما میدهد. شما میتوانید این را اسکرین شات هم بگیرید یا هم دانلود کنید. من که گفتم مهم است. مهم برای این است که اگر رمز ایمیلتون را فراموش کرده باشین، میتوانید که اکانت خود را رستور یا هم بازیابی کنید. مطلب این را هم حتما همراهتان سیو یا نوشته کنین، به خاطر که زیاد مهم است. خب بیک میشیم و باز در همین صفحه سکیوریتی در پایین سر ریکاوری پون کلیک میکنیم و در اینجا سر اد پون نمبر کلیک میکنیم. مثل قبلی نام کشور و شماره را بزنید و کد را تایید کنید. شماره تان به ایمیل شما اضافه میشه که برای امنیت جیمیل خیلی مهم است. و باز هم در همین صفحه سکیوریتی سر ریکاوری ایمیل کلیک میکنین. در اینجا هم شاید از شما رمز گوشی بخواهد و وقت شما در اینجا آمدید، باز در اینجا میتونید یک آدرس ایمیل دیگه تان را اضافه کنین، تا وقتی که اگر رمز ایمیل تان از یادتان بره، شما بتانید باز لاگین کنید. خب من یک ایمیلم را اضافه کردم، باز سر وریفای کلیک کردم. حالا در اینجا میگه که به ایمیل شما یک کد فرستادیم. میریم در اپلیکیشن جیمیل خود و باز سر اینجا کلیک میکنیم و همان جیمیل را که برای ریکاوری اضافه کرده بودیم انتخاب میکنیم و میبینیم که در اینجا برای ما کد آمده یا خیر. شما میبینید که کد آمده. آن را کپی میکنیم و باز سر اینجا کلیک کرده و منیج یور گوگل اکاونت و همان ایمیل خود را انتخاب میکنیم و در صفحه سکیوریتی سر ریکاوری ایمیل باز کلیک میکرده و در اینجا همان کد را که از جیمیل گرفته بودیم در اینجا پیست میکنیم
و روی وریفای کلیک کرده، خب ایمیل ما هم در ریکاوری اضافه شد، شماره ما هم اضافه شد، تو استپ وریفیکیشن را هم فعال کردیم، بیکاپ کورس را هم گرفتیم. مطلب 85% ایمیل ما محفوظ شد. فقط یک سیتینگ یعنی تنظیمات آخرش مانده، اون را هم با هم میکنیم. مگم قبل از اون باور کنید سر این ویدیو خیلی زیاد زحمت کشیدیم تا به شما به زبان ساده همه تنظیمات رو از صفر یاد بدهیم. اگر برایتان مفید بود پس حتما ویدیو را لایک کنید و کانال ما را هم سابسکرایب کرده و یک کامنت زیبا هم کنید و به دوستانتان هم شیر کنید تا آنها هم از این ویدیو فایده بگیره. میریم به طرف مرحله بعدی. در همین صفحه سکیوریتی در پایین Your Devices را میبینید. در اینجا سر Manage Devices کلیک کرده و در اینجا تمام آن گوشی هایتان میآید. در کدام گوشی هایی که این جیمیلتان لاگین یا باز است، از کدام گوشی که میخواهید جیمیلتان را حذف یا ریموو کنید، سر اون کلیک کرده و باز سر ساین اوت را بزنید و دوباره بزنید، جیمیل از اون گوشی حذف میشه. همینطور یکی از همه گوشی ها حذف کنید. خب این هم بود ویدیوی امروزی. اگر میخواهید از 0 تا 100 در مورد هر آپشن جیمیل بفهمید که چی هست، حتما در کامنت بنویسید از 0 تا 100. مطلب در کامنت از 0 تا 100 بنویسید، من برایتان باز ویدیو میسازم. تا ویدیوی بعدی، الله مددگار.